اینجا کمپس اصلی دانشگاه. سلام، من امینم. امروز قراره یه چرخی توی دانشگاه لوکزامبورگ بزنیم. البته که من تنها نیستم و استادم منو همراهی میکنه. پس چمدون رو برداریم و یه سر بریم لوکزامبورگ. این خیابونی که الان میرم نمیشه گفت بخش مستقیمی از دانشگاه، یعنی داخل دقیقاً کمپس یه خیابون فاصله داره، ولی من اون کورسی که شرکت کرده بودم اینجا توی حالا این خیابون سمت راست اینجا بود و البته اینجا خیلیشون مغازه است، مثلا حالا هم رستورانه هم کافه است. بعضیش مثلا عینک فکر کنم یکیشون عینک فروشی بود، یکیشون آرایشگاه بود، یا آرایشگاه خیلی بزرگ بود. حالا از جلوشون میدیم رد میشیم که ببینیم. و اینجا میگم این کلا این کمپس رو فکر کنم 20 سال ساختنش، فکر کنم حدودا 20 سال ساختنش و هنوز هم دارن توسعهش میدن. قطعا اما نمیدونم، هر موقعی شما بیاد اینجا ممکنه یه سری تغییراتی ببینید توش، ولی ساختمون همه تازه سازه، خیلی هم تازه سازه و خیلی هم خفن ساختنشون. برای من تا الان خیلی کم پیش اومده که ساختمان‌های تازه ساز دانشگاه ها رو دیده باشم، چون معمولا همشون قدیمی هستن، یعنی خیلی وقت ساختنشون. اینجا چیزه لوازم الکترونیکه، مکبوک و ساده دیده بشه. آره مکبوک و چی شد؟ آره اپل، کلاً اپل استور فکر کنم اسمش اپل استور نبود، ولی اسمش اپل استور. اینجا نمیدونم چیه دقیقاً، آره اینو دقیقاً نمیدونم چیه، ولی اینجا آرایشگاهه. آره آرایشگاه اینجا. و این خیابونی که من رد شم میشه کمپس و اینجا هم بلبل پلازاه که توش فروشگاه هست، میتونید خرید کنید. اونورم آلدیه که اونم یه فروشگاه دیگه هست، میتونید خرید کنید. و ما بذاریم صبر کنیم سبز شه رد شیم. اینجا برعکس آلمان اگه این فعال شه که فعال نمیشه، اینجا برعکس آلمان اگر خیابون خلوت باشه و قرمز باشه میتونیم رد شیم. حالا اینجا دیگه که من دیر جو بودم، ولی من زیاد دیدم اینجا اگه قرمز باشه و ماشینی رد نشه رد میشن، ولی توی آلمان اینجوریه که نه، ما باید وایسیم سبز بشه. برای همین الان من میتونم رد شم، بقیه ما رد میشن. اینو من اولش صبر کردم و دیدم نه این زمان میبره تا سبز شه و اینا هم هر کدومشون رد میشن، ما هم رد شیم. این سر داخلی نشون داخل. خب خیلی نمیتونم صحبت کنم چون که امسالی هست، ولی این قسمت فروشگاهشه. من فروشگاه کنم میدم اینجا فروشگاه خوبیه. البته برای من اونقدر فروشگاه نرفتم اینجا، یه ذره مقایسه قیمت ها واسم سخته، ولی و نمیدونم این فروشگاه اصلا لحاظ قیمتی جزو فروشگاه های لاکچری به حساب میاد یا معمولی. ولی مسئله‌ای که هست اینه که قیمتاش نسبت به آلمان خیلی بیشتره. گوشت و مواد غذایی و اینجور چیزا اینجا گرون‌تر بود و میگم بازم نمیدونم خیلی. بعداً حتما یه مقایسه‌ای میکنم قیمتا رو بین کشورها، ولی در حال حاضر اطلاعی ندارم. ولی اینجا همون پلازایی که میگفتم داخلش میتونید لباس بخرید و چیزای مختلف هم میتونید اینجا بخرید. اینجا رستوران داره، کافه داره، بستنی فروشی داره، چیزا آرایشی داره. تقریبا کارتون راه میفته، درصد خیلی بالایی اینجا کارتون راه میفته. خوبه که آدم توی تقریبا میشه گفت تو کمپس دانشگاهش فروشگاه و همه امکانات رو داشته باشه، خیلی کارش راحت میشه. ما متاسفانه نداریم، یعنی بستگی داره کمپس
اصلی دانشگاه تو بن منظورم داره. خب وسط شهر اونقدر داخل خودش چیزی نداره، ولی خب داخل شهر دیگه خیلی راحت میتونی برید مرکز شهر. ولی ولی بیمارستان که من هستم هیچی نداره دیگه، کلا بالای تپه ایم و هیچی به هیچی. من نمیدونم وقتی که این ویدیو رو میبینیم، من ویدیوی بیمارستان رو ضبط کردم تا اون موقع یا اصلا شما دیدینش یا نه، ولی خب قطعا خواهید دید. اینجا کمپس اصلی دانشگاهه که توی این محوطه همشون رستورانن. اینجا همه رستورانه، روزه نشون بدم. اونجا آستریا چیزه، یه پیتزا فروشیه. واقعا دیروز اونجا بودیم، پیتزاهای خیلی بزرگی میده، خیلی بزرگ، پیتزا ایتالیاییه و خوردنش هم سخته. یعنی پیتزاهای خیلی نازک و بزرگ، خیلی بزرگ و کلا رستوران ایتالیاییه. میگم من دیروز اونجا بودم. حالا قیمتاش هم دیگه واسه یه لوکزامبورگ فکر کنم متعادل باشه، ولی خب نسبت به آلمان خیلی بیشتره. بعد اینجا هم اینجا میگم دیروز اونجا بودیم، یه جوری بودش که مجبور بودیم همش بیان رستوران‌های اینجا غذا بخوریم. حالا اینجا کافه است، کافه خوبی بود. یه بقیه‌شون رو من نرفتم، ولی خب میگم همشون بار و رستوران و ایناست. یعنی قشنگ شما با دوستاتون، حالا یا با اساتیدتون، با همکاراتون خیلی راحت میتونین بیاین همینجا رستورانا رو برید. و اونجا هم که پلازا، حالا من این قسمت پلازا بودم، این دو تا ساختمونا جدا از همه، ولی در اصل پلازای کلا با همه. بعد از این در بیاین بیرون برین اون یکی، البته که احتمال زیر راه داره، باید راه داشته باشه. من امتحان نکردم ولی امکان راه داره. و اینجا یه توضیح بدم. اینجا قبلا اینو هم احتمالاً رودی توضیح میده، ولی چون هنوز ما با رودی ویدیوها رو ضبط نکردیم نمیدونم میخواد چی بگه و چی نگه. ولی اینجا قبلا کارخونه استیل سازی بوده و قبل از اینکه این دانشگاه ساخته بشه اینجا کارخونه استیل بوده. بعدش حالا نمیدونم چرا، نگاه میکنم بعدن این کارخونه دیگه حالا کارش متوقف شده و اینها اومدن تغییر کاربری دادن، اومدن دانشگاه رو اینجا ساختن. برای همین بخش تجهیزات برده شده و بخشش مونده. و الان من قبل از اینکه بیام تصورم از تجهیزات، من میدونستم اینجا قبلا کارخونه بوده، استادم قبلا بهم گفته بود، ولی اصلا فکر نمی‌کردم این حجم از تجهیزات باقی مونده باشه هنوز. فکر می‌کردم مثلا در حد یکی دو تاشو نگه داشتن و بقیه رو دیگه خراب کردن یا بردن، ولی اصلا اینجوری نیست. و وقتی راه میرید عملا واقعا فکر میکنید که دارین تو دانشگاه راه میرید. و الان بزنید من بالا رو نشون بدم نکنید، قشنگ تجهیزات کارخونه است و خیلی هم بزرگه. هیچ کدوم هم کار نمیکنه ولی خیلی بزرگه. اینجا ته این چیز یه راه پله است. اینو رد بشید میشه ایستگاه راهن بلول که میتونید هم برید شهر نزدیک اینجا اش، یا اینکه قطار ادامه بدید همینو، یعنی از اینجا سوار شید یک راست برین لوکزامبورگ پایتخت. و اون ایستگاه اتوبوس هم همونجاست. البته ایستگاه اتوبوس اینجا هم هست، مثلا اینجا هم ایستگاه اتوبوسه، اونور هم ایستگاه اتوبوسه و این وسیله داره که کدوم مسیر رو بخواید برید. مثلا دیشب رفتم از اونور رفتم، از پله ها رفتم بالا اونور، اتوبوس رو گرفتم که برم اش. ولی در کل بذارم نشون بدم یه ذره اینجا رو که چقدر باحال و خفنه. خیلی چیز جالبیه. تا شاید در گذر زمان چشتون عادت کنه و اصلا دیگه اهمیتی هم ندید، ولی برای منی که این چند روز می اومدم واسم جالب بود ازشون عکس بگیرم یا نگاهشون کنم. کارخونه استیل من نرفته بودم تا الان، چون دوباره باد شدید شده، سرده، ولی دیگه چاره ای نیست دیگه. حالا من اینکه صدامو بتونی بشنویم واسه من کافیه. حالا دیگه باد و یخ زدن من و اینا اشکال نداره، عادت کردم، یعنی کاری هم دیگه نمیشه کرد. همین که فعلا بارونش کمه خودش خوبه.
این ساختمون ها رو من همه رو حفظ نیستم دقیقا چیان، از سمت چپ من چی نیست، کلا ساختمونه پایینش که باید میدونم چیزی باشه، ولی بالاش چیزه، طبقه بالاش و ساختمونه قسمت لرنینگ سنتر دانشگاهه که ویدیوهاش رو خواهید دید و تقریبا میشه گفت کتابخونه اینجاست و حالت یه چیزی شبیه فضای کار اشتراکی، یعنی چهرش خیلی شبیه فضای کار اشتراکیه. واقعا جون میده واسه درس خوندن. واقعا اینو من حالا تو اینستاگرام گذاشته بودم، یک سری از دوستان میگفتن، یه سری از دوستان که دیگه کارشون با آکادمیک تموم شده بود، اینجوری بودن که واقعا آدم اینجور جا رو میبینه دوست داره دوباره درس خوندن رو شروع کنه. واقعا هم همینه. اینجا خیلی جالبه، داخلش یه بخشی از کارخونه است، خیلی باحاله. واقعا داخلش خفنه، خیلی خفنه. من خیلی دوستش داشتم. حتی کتابخونه دانشگاه بونم قشنگ بود، ولی قشنگه، مثلا آرومه، خیلی خوبه، میره قشنگ درستون میخونی، ولی اینجا خیلی هم خوشگله. اینجا بقیه دیگای کارخونه است و پشتش هم هست و اینجا ورودی اون سنتره. بزنین حالا اولش رو فکر کنم چون ویدیو نگرفته بودم، اولش رو ببینیم، اولش میتونم صحبت کنم، ولی جلوتر دیگه نمیتونم خیلی صحبت کنم چون که سایه باشه. اینجا هم سعی میکنم خیلی آروم صحبت کنم. طبقه بالاشون نرفتم، باید طبیعتا راه داشته باشه اون قضیه. اینجا هم ببینیم، دوربین سمت آدم رو نگیرم بهتره. اینجا که حالا یه جای کوچیکیه که میتونی بیایی بشینید صحبت کنید. اونم همینطور دستشویشه. اینجا هم سالن اصلی کتابخونه یا همون لرنینگ سنتره. اینجا نمیتونم خیلی صحبت کنم چون تقریبا باید آروم باشیم، ولی خب حداقلش یه صدای خیلی آرومی از من داره میاد. اومدیم بیرون. این ساختمون قرمزه هیچ ربطی به دانشگاه نداره تا جایی که من اطلاع دارم، تا جایی که من پرسیدم اینجا هیچ ربطی نداره، ولی خب عملا داخل کمپسه و ولی خب قشنگه. از بالا هم که نگاه میکنی به دانشگاه با درون خیلی جلوه قشنگی داره چون رنگش قرمز و اینا خیلی به چشم میاد. یه ساختمون دیگه هم دوست دارم بهتون نشون بدم، ساختمون جالب و قشنگیه، الان بهش میرسیم. ساختمون معماری جالبی داره واسه من. حالا اونایی که مهندسی عمران خوندن بهتر میدونن که اینجا چجوری طراحی شده، ولی واسه منی که مهندس عمران نیستم خیلی جالبه که این ساختمونی که روبرومو دارم میگم که چطور اومدن یه همچین ساختمونی ساختن
و یه زائده بیرون از ساختمونه بدون هیچ گونه ستونی. این البته این قسمتش نه، این ورشه، این وسطشه، ولی اون ورش دقیقا همینجوریه، رو هواه، هیچی نیست زیرش. و این اون تیراهنایی که اون ورش به کار رفته باید انقدر قوی باشه و اون حالا معماری انقدر قوی باشه که تونسته باشه اون قسمت رو بیرون نگه داره. میگم شاید واسه خیلی چیز عجیبی اصلا نباشه، حالا واسه من جالب بود. ساختمون رو ببینید، یا تهشه حالت پلاس نیست، دقیقاً شبیه یک صلیب فرود اومده است. قسمت اداری فکر کنم، چون جای چیزایی نوشته، احتمالاً منطقی هم هست اینجا ساختمان اداری باشه. این قسمتشو میگم که از ساختمون بیرونه، ولی خب دیگه رو هواه. جالب، واسه من جالب بود و دوستش داشتم. اینم کلا جزء نمادای این دانشگاهه و اولین ساختمون ورودی هم هست، چون اینجا موقعی که شما با اتوبوس میاین اگه از اش بیاین از اینجا رد میشه و میره داخل. برای همینم این ساختمون اولین ساختمونیه که میبینید اینجا، ولی یه ذره فاصله هم داره دیگه از خود کمپس. و بعد دومین ساختمونی هم که میبینید این ساختمون قرمز است که خیلی به چشم میاد. دیگه بقیه‌اش میشه کمپس و این. ولی خب خیلی میگم دانشگاه خیلی کوچیکیه. البته که باید ذکر کنم که این یکی از کمپس‌های و اینجا هم کمپس علوم طبیعیه، چه آزمایشگاه ها و کسایی که تو حوزه بیولوژی کار میکنن یا ریاضیات، البته بیولوژی و از این دست رشته ها، و کمپس مهندسی و رشته های علوم انسانی و اینا تو خود شهر لوکزامبورگه و اینجا نیست. ولی واقعا میگم این قسمت از شهر با کلاسه. خود اش خیلی چیز خاصی نداره، یعنی من ویدئویی از اش ندارم، ویدئویی هم قرار نیست ضبط کنم از اش. بهش بگم اش زورلزت، شاید مایا تلفظش بود تا جایی که من سرچ کردم. ولی شهر خیلی کوچیکیه، از چیز خاصی نداره. شهر مرزیه، در مرز فرانسه است و پیاده یعنی چند دقیقه، در حد 10 دقیقه کمتر، تو بسیاری داره کجاش باشید، ولی 10 دقیقه کمتر پیاده راه میرید و مرز رو رد میکنید میرید فرانسه. و خیلی از کسایی که اینجا کار میکنن و من پرسیدم فرانسه زندگی میکنن. ولی یک سریاشون خود لوکزامبورگ میان، از شهر لوکزامبورگ میان، یه سریاشون از قسمت فرانسوی میان، چون که اونجا خونه ارزون تره. اینجا به حال لوکزامبورگ خونه‌اش گرونه. و یه چیز جالبی هم از حقوقا بگم، روز بعداً بیشتر بهتون توضیح میدم در مورد حقوقها. ولی حقوق دکترا ارشد که خب هیچی، ولی حقوقی در کار نیست. ولی دکترا پستا که اطلاع ندارم، همین اول بگم. ولی دکتراها رو چیزی که پرسیدم اینه که حالا میگفتن که حقوق تقریباً 3000 یوروه قبل از مالیات و بعد از مالیات حدوداً میشه 2700 یورو. و در مقایسه با آلمان که شما مثلا حقوق دکترا تقریباً میشه گفتش که حدوداً 2700-800 یوروه قبل از مالیات و بعد از مالیات یهو افت میکنه روی 1800 یورو. البته که این خیلی بستگی به درصدی که میگیرید داره، ولی میگیم رایجش اینه. شما می‌بینید که با تقریبا حقوق یکسان قبل از مالیات بخش اعظمی از حقوقتون غیب میشه و میره بابت مالیات و بیمه بازنشستگی، بیمه از کار افتادگی و بیمه سلامت. تازه بعضی جاها شما 2 تا حقوق چیز بیمه از کار، بیمه بازنشستگی پرداخت میکنید واسه به اون جایی که هست کار میکنید داره. مثلا ما 2 تا پرداخت میکنیم. بعد اینجا ولی 300 یورو شما کلا کسری دارید. و خود در مقایسه با آلمان میشه گفت دیگه الان حداقل توی حساب کتاب 900 یورو در اختلاف داره. و ولی از خودشون که میپرسیم میگن خب ما پول خونه باید خیلی بدیم، مواد غذایی گرونتره و اینکه خیلی چیزای دیگه هم گرونتره.
مثلا شهریه دانشگاهشون حالا چیزی که خودشون میگفتن این بودش که ما 500 یورو شهریه میدیم. آلمان دانشگاه ما 300 یورو 320 یوروه و این عدد بین دانشگاه‌های مختلف اونقدر تغییر نمی‌کنه. مثلا یه جا ممکن 290 باشه، یه جا مثلا ممکن حالا 350 باشه، ولی تقریبا تو یه رنجه و اونقدر اختلافشون نیست. ولی اینا همه اختلافایی هست، ولی خب اینجا حمل و نقل رایگانه. شما حداقلش برای حمل و نقل پولی نمیدید. البته که آلمان هم به عنوان دانشجو شما پولی نمیدید، پولتون رو جزو همون شهریه‌ای که دارید پرداخت میکنید، اسماً هم بهش میگن آقا نگید این شهریه است، شهریه نیست و سوشال کانتریبیوشنه، ولی حالا ما میگیم شهریه است دیگه. از اون 320 حالا واسه ما اینجوریه، از اون 320 یورویی که میدید 200 یوروش میره بابت حمل و نقل عمومی که بهتون یه بلیتی میدن که اون بلیت همون کارت دانشجوییتونه و باهاش میتونید توی استانتون به صورت رایگان سفر کنید، که البته داخل شهر یعنی اتوبوس و ترم های داخل شهر محدودیت داره. یعنی مثلا برای منی که بن زندگی میکنم فقط میتونم ازش توی بن استفاده کنم و توی کل، و البته این مثلا دهکده ها و شهرهای خیلی کوچیک اطراف. دیگه به بالاتر برم، مثلا برم دوسلدورف، برم ووپرتال، برم دورتموند، با اینکه توی استانه و من میتونم سوار قطار شم و تا اونجا به صورت رایگان برم، ولی داخل شهر رو دیگه نمیتونم رایگان سوار شم، باید دوباره بلیت بخرم. اون وقت چی کار میکنیم؟ اون وقت ما میریم داچلند تیکتی که داریم که الان 49 یوروه و فعلا موجوده، حالا انشالله که قطعش نکنن، این 49 یورویی رو ما میگیریم و اون وقت دیگه میتونیم تو کل کشور یه اتوبوس‌ها و ترم‌های داخل شهر رو هم سوار شیم. و برای مایی که مثلا بلیط دانشجویی داریم لازمه که 15 یورو خورده‌ای اضافه تر پول بدیم هر ماه، حالا هر ماهی که دلمون میخواد، هر ماهی که میخوام ازش استفاده کنیم 15 یورو خورده‌ای پول بدیم، بعد بلیط دانشجوییمون تبدیل میشه به داچلند تیکت. وقتی که خب میتونیم دیگه همه جا سوار شیم. و من اصلا تا خود لوکزامبورگ هم که اومدم با همون بلیط اومدم، چون قطارهای آر-ای و آر-بی یعنی قطارهای محلی رو میتونی رایگان سوار شی، ولی قطارهای آی-سی، حالا آی-سی که خودشون نمیگن آی-سی، اونا خودشون یه چیز دیگه میگن، یادم نمیاد چی میگفتن. مثلا قطارهایی که بین کشوری هن یا مسیر طولانی هن، اونا رو نمیتونی با داچلند تیکت سوار شی، ولی خب اوکیه. تا لوکزامبورگ رو میشد اومد با همون آری و آربیا، یه بار باید خط عوض کنی، ولی با اونا دیگه مثلا میتونی تا لوکزامبورگ رایگان بیای، اینش خوبه. و این حمل و نقل عمومی رایگان لوکزامبورگ شامل قطارهای بین شهریش هم هست، یعنی تو کل کشور لوکزامبورگ هر آنچه که سوارشی رایگان، مگر اینکه بری داخل قطار و بخوای توی فرست کلاس بشینی، اونجا دیگه باید بلیط بگیری. ولی برای سکند کلاسش که دیگه خب معمولا هم ما سکند کلاس سوار میشیم، اونجا دیگه رایگانه. من دارم تو این دانشگاه دور میزنم، یک ذره از پیچیدگیش برام کم شده، ولی هنوزم سر در آوردن از همه قسمت دانشگاه ذره سخته، چون که اینجا ترکیبی از شهر و دانشگاهه. شهر که نمیشه گفت، ولی فقط دانشگاه نیست و توش مثلا پر فروشگاه و مغازه و رستوران و اینجور چیزاست. و اینکه متوجه بشی که کدوم قسمتاش مربوط دانشگاه کدوماش نیست یه ذره سخته. هوا هم خیلی بده. حالا من نمیدونم که چقدر شما دارین صدای بادو میشنوین، ولی واقعا سرده، فکر کنم 5-6 درجه است
البته برای اروپا 5-6 درجه نرماله، ولی الان بون 10 درجه است فکر کنم و هواش خیلی متعادل تر بود و من موقعی که اومدم فکر نمی‌کردم اینقدر سرد باشه. خیلی چک نکردم، با یه بادگیر و یه چند تا لباس گرم اومدم ولی کافی نیست. و تو این چند روزی که اینجا بودم کلن بارون بود، یعنی هی بارون میاد هی قطع میشه. الان قطع شده ولی مثلا چند دقیقه پیش داشت بارون میومد و واقعا سرده، واقعا سرده، یعنی بادی که میزنه واقعا سرده. و البته دیروز که من رفته بودم خود شهر لوکزامبورگ اینجوری نبود. لوکزامبورگ یه ذره متعادل تره، بادش یه ذره کمتره، البته بسایی داره کجاش وایسی، ولی بادش کمتره و یک ذره اوکی تر بود. ولی این کمپس واقعا سرده جایی که هست، با اینکه جنوب تره ها ولی واقعا سرده. این ساختمون من داخلش بودم، حالا بعدا میریم داخلش رو میبینیم، ولی ساختمون خیلی جالبیه، توش آزمایشگاه و اینا زیاده. ساختمون شماره 6 که جلوش یه دونه مغزم گذاشتن، بیشترش تو زمینه مغز کار میکنن این ساختمون. حالا تا جایی که من اطلاع دارم، حالا رودی بیشتر توضیح میده. و اینجا یه رستوران اینجا پشت این ساختمونه دوباره یه رستوران دیگه است. اینجا رستوران خیلی زیاد داره، رستوران‌های خوبی هم داره به نسبت و تقریبا میشه گفت خیلی چیزها رو شما همینجا پیدا میکنید. یعنی حالا لباسی بخواید بخرید اینجا چیز داره، پلازا داره، توش برندهای مختلف هست، بعد اونجا آرایشگاهه، بعد جلوتر داروخونه است، بعد خوابگاه ها همینجا هست. یعنی خیلی چیزها رو همینجا میتونید پیدا کنید، نیازی شاید اونقدر پیدا نکنید به عنوان دانشجو خیلی جابجا بشید. بازم من معذرت میخوام بابت صدای باد، نمیشه فعلا کاریش کرد، باد اینجا خیلی شدیده و کمپس جالبیه. یعنی مثلا شاید اونقدر بهتون اون حال و هوای کمپس دانشگاهی بهتون دست نده ها، ولی خیلی جالبه. و یه نکته‌ای که هست اینه که دانشگاه خیلی تازه سازه و به خاطر تازه ساز بودنش همه ساختمونا، لوازم منه، چمدونم اونا، همه لوازم جدیده، همه ساختمونا جدیده، همه چی جدیده و بودجه خیلی زیادی دارن. و مثلا تو همین گروه ها که میری توی مثلا روی میزاشون همه آخرین امکانات تکنولوژی هست، مثلا کامپیوتراشون، مانیتوراشون، تمام تجهیزاتی که دارن استفاده میکنن همه جدید و خفنه، یعنی واقعا مدل‌های بالایی دارن و این شرایط مثلا ما توی بون خیلی کمتر داشتیم و نه فقط بون، خیلی جاهای دیگه. چرا؟ بخاطر اینکه دانشگاه قدیمی ترن، مثلا اینا این تجهیزاتی که دارن مثلا 10 سال پیش خریده باشن، 5 سال پیش خریده باشن، خب چیز دیگه طبیعیه که قدیمی شده و اینا تجهیزات کامپیوتری دیگه چیزی نیستش که شما بگی آقا من الان یه چیز خفن میخرم حل دیگه مثلا خب استفادهش میکنی. واقعا اینجوری نیست، باید بالاخره چند سالی آپدیتی کنی. و مثلا من حالا یه ذره تجهیزاتم بهتره، بچه‌ها همیشه این حس، مثلا بقیه بچه‌هامون که خب ندارن این تجهیزات رو، همیشه اون حس لاکچری بودن نسبت به من دارن. با اینکه مثلا به خاطر اینه که من استادم اینجا کار کرده و دیگه همیشه همه امکانات رو داشتن. خب دیگه وقتی تو جابجا میشی میری یه جای دیگه با همون دیدگاه میری و خب طبیعیه که مثلا برای دانشجوت میری خب تجهیزات، مثلا اگه من بگم آقا من مکبوک میخوام، مثلا برای استاده دیگه باید قانعش کنی که آقا تو چرا مکبوک میخوای، مکبوک میخوای چیکار کنی، مثلا گرونه و فلان، مثلا 2000 خورده یورو پولشو بدی، مثلا میخوای چیکار کنی. ولی اینا نه دیگه، مثلا اگه یه استاد اینجا کار کرده شو آقا مکبوک میخوای، میرم استاد میگیرم. اینجا دیگه تهشه تقریبا. حالا اینجا تقریبا این قسمتیه که یه پیشرفت میکنه رو آخر و اینا هر کدومشون ساختمونای مختلفه. حالا بعضیاشون ساختمونای مربوط به دانشگاهه، بعضیاشون اینستیتیوته، بعضیاشون هم چیزه اصلا کلا کار خوش میکنن، یا حالا قبلا دانشجو بودن اینجا الان مثلا شرکتی زدن یا هر چیزی اون پشتا هست. حالا باز با هم میریم قسمت‌های دیگه دانشگاه بهتون نشون میدم. اینجا یه چند دقیقه دیگه قراره یه دانشجوی دکترا دفاع کنه
من یه ربع دیگه تقریبا شروع میشه و استاد منم اینجا نمیدونم جز کمیته‌ش فکر کنم. حالا شانس هم اومدم دیدم کسی نیست اینجا قرار دفاع کنه. این همین ساختمون شماره 6ه که جلوش یه دونه مجسمه مغز بود و خدا رو شکر اینجا گرمه، بادی هم نیست خدا رو شکر. یه ذره میتونم گرمشم ولی واقعا سرده. حالا شاید میگم با تجهیزات زمستونی بیاد اوکیه، ولی الان وسط پاییزه و واسه یه پاییز انتظار نداشتم لوکزامبورگ اینقدر سرد باشه و دستگیره رو اگه فکر کنم فشار بدم آژیر اینجا به صدا در بیاد، ولی مغزه اونجاست. حالا باز فکر میکنم بیشتر این ساختمون رو دور میزنیم. حالا اگه رودی نشون داد که بهتر، اگه نداد سعی میکنم خودم یه چرخی بزنم نشون بدم، اگه هم نشد که دیگه هیچ. خب حالا یه چرخی بزنیم داخل ساختمون. امیدوارم که اول دیگه خیلی خلوت باشه، ولی خب بازم یه سری آدم های اینجا ببینیم. الان من طبقه دوم اون ساختمونم که توش مغز بود. اطراف چه خبره؟ اینجا که درش قفله، یعنی درش با کارت باز میشه. هیچ ایده ای ندارم چیه. طبقه های بالا گفته که با لباس آزمایشگاهی راه برید. اینجا خیلی جالبه، خود داشت توضیح میداد که هدفشون این بوده که تا میتونن پنجره بذارن و خیلی جالبه که واسه آزمایشگاه پنجره گذاشتن. حتی راهنما رد میشه میبینیشون. اینجا یکی از هیچ ایده ای ندارم اینجا آزمایشگاهی چیه، چون هیچ لیبلی واسش ندیدم، ولی خب میگم اینجا هر کی رد بشه میتونه از بالا چکتون کنه که دارین چیکار میکنین. من به شخص اصلا خوشم نمیاد کسی موقع کار من چک کنه.